دیوونه، من باید بیرون کار کنم تا بتونم به دیتا بدم دیگه. فکر کردی من نمیتونم این صندوق بیام بیرون؟ کاپوتت هم تعویضه بدبخت. خب بلدم سیم قرمز که اصلا نباید بریم سمتش. این سیمه رو درت باک خاک تا سرت کن. اینه الان میزنم این باز میشه میام تو. برای چی کار میکنه یه سیم؟ اینه مخلص هم آمدید. این آقا مجید خودش هم نیست ماشینش به بالا برادر خاک تو سرت کن. یه سیم دیگه باید باشه. اینجاست. اینه خودشه. ایربگ باز شد. خب دیگه سیم قرمز آخرین راه دیگه. الهی با بودت خدا من سالم بیام بدهی این آدمو. نویس خاک تو سر. صندوق اصلا بسته نشده. هلایده این سیم قرمزه خیلی ذهنمو مشغول کرد.